مامان بزرگ، امروز که شله زرد میپختم خونه همون بویی رو گرفت که همیشه با تو قشنگتر بود. ناخودآگاه یاد لحظه های افتادم که با آرامش نگاه میکردی و میگفتی عجله نکن عزیزم، غذا با صبر و عشق درست میشه. نمیدونی چقدر دلم برای همون آرامشت تنگ شده، برای حرف زدنهای سادت. امروز وقتی زعفرون رو ریختم و رنگش باز شد، انگار یه دفعه همه خاطراتت تو ذهنم زنده شد. اون خنده هات، مهربونیات و اینکه چطور با چیزای کوچیک حال همه رو خوب میکردی. این شله زرد و امروز به نیت تو درست کردم، اما راستش بیشتر به نیت دلم که هنوز دنبال حضورته. روحت شاد مامان بزرگ جون، تو نیستی ولی یاد تو هنوز توی لحظه لحظه خونه جا